سلام، خوش اومدید به کانال یوتیوب من. امروز مهمون دعوت کردم. شرمنده صدا ماشین میاد، همین الان اتوبان شد. میخوام قرمه سبزی درست کنم به سبک خودم. نگید چرا مثلا اینجوریه اونجوریه، من این مدلی درست میکنم دیگه. و یه دستر خوشمزه میخوام درست کنم، یه میز سالمم بچینم و شما نشون بدم. با من همراه باشید. اول میخوام قرمه سبزی رو درست کنم که تایم بیشتری میبره. از این سبزی ها استفاده میکنم. خالا سبزی فروش اسپانسر این برنامه. تره جعفری، گیشنیز، شنبلیله، برگ چغندر یا اسفناج و سبزی معطر داخلشه. گوشتم و پیاز تفت میدم، ادویه میزنم به جز نمک و یک کپیت تفت خوردن با هم. این سبزی رو اضافه میکنم و آب جوش میذارم 2 ساعت بمونه. بعد 2 ساعت خاص کنسرو لوبیا قرمز استفاده کنم، چون خود لوبیا قرمز نتونستم پیدا کنم دونه وار خشکشو. و همین دیگه. سبزی رو گذاشتم بمونه 2 ساعت که خوب بقله و این داستانا. بعدش لوبیا رو اضافه کنم. الان میخوام سالاد درست کنم. واسه میز سالمی که گفتم میخوام بچینم، کاهو رو اینجوری از وسط نصف کردم، گذاشتم تو آب و سرکه بمونه میکروب زدایی طور بشه. میکروب زدایی. بعد چیکار میکنم؟ اگه گفتید دشتون میدم. علاوه بر اون کاهوه که میخوام سس بریزم روش، خیارا رو اینجوری برش میزنم، با قاشق توشون رو خالی میکنم. داخل اینا میام شوید خشک و پنیر و گردو و نمک و دیگه چی؟ نعنا خشک کم میریزم و خیلی خوشمزه و خوشگل میشه. سبزی خوردنم خریدم، گذاشتم تو آب سرکه، اینم ضد عفونی باشه. واسه سالادم میخوام نمک، نعنا، نار اکشیسه که میشه همون رب انار ولی شیرینه، یعنی رب انار طور نیست.
قرمه سبزیم لوبیاهاشو ریختم، برنجم اونور چجوری نشون میدم اینجوری. برنجم گذاشتم که آبکش بشه، بعدش دم بزنم. آبکش بشه، من چه الفاظ رو نمیدونم، دمکش بشه بیشتر فوش. بعد دیگه تا بپزه. خیلی خوشحالم. یه قاشق روغن رو تفت میدم یکم. نعنا هم میشه بشه ریخت، نعنا خشک بعد تو این بریزم، ولی اول این تفت میدم بریزم تو. بچه این کادایف هستش، باش دوبای چیکالاته هم اینم درست میکنن. الان میخوام با بستنی و باقلوا بخوریم دیگه. بیان ببینین. باید کره می بود ولی روغن هم میشه، هیچ فرقی نداره. سیرش رو میبندیم و تمام. روش بستنی میریزیم، میخوریم، میگیم بفر.